روایت هست که وقتی مرده را در قبر میذارند خورشید میاد نزدیک میشه غروب کند. این اگر انسان نمازگزار و عابدی هست بلند میشه، نکیر و منکر وقتی میآیند ازش حساب بگیرند ازش بپرسند میگه کنار برید، خورشید داره غروب میکند، نماز عصر من قضا میشود، من میخوام نماز عصر را بخوانم. و وقتی که نکیر و منکر میآیند و ازش میپرسند من ربک، من نبیک، ما دینک، رب تو کی هست؟ وقتی در دنیا با رب زندگی کرده است خداوند متعال بهش قوت میدهد تا جواب این سائلین را بدهد. ربی الله، رب من الله است. و وقتی میپرسم من نبیک، نبی شما کی هست؟ سبحان الله، الله مهربان صورت مثالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را جلوی چشمش میاره و رسول خدا را گویا میبینه، میگه هذا نبی، هذا نبی، این پیامبر من هست. دینت چی هست؟ میگه دین من اسلامه. آخرین سوال میپرسند الله تعالی به شما عمری داد، عمر را چطور سپری کردی؟ این همه سوال سختم. آسانی سوال ها در اینه که ما در دنیا مسلمان واقعی باشیم، عابد باشیم، خدا ترس باشیم، فرصتهای ما به سادگی از دست نره، شبهایی که الله تعالی به ما عنایت کرده برای استراحت در این شبها ما بلند نشیم، موقع اذان بیدار باشیم، صدای اذان صبح را بشنویم. چقدر زیبا هست که مسلمان صبح قبل از اذان بیدار بشه، منتظر بماند که از مناره های مسجد صدای اذان بچه زیبایی در افق دنیا و زیر آسمان صداها بالا میره. چقدر زیبا هست مسلمان وقتی شب بیدار میشه اسم خدا را بگیره، استغفار کند، وضو بگیره، 2 رکعت نماز بخوانه، دستها را به بارگاه الله تعالی بلند کنه تا این قلب برایش روشن باشه.